تنها یک شبح در گذشته خود سیر می کند و با تصویرهایی که در زندگی گذشته‌اش از خویشتن داشته خود را توصیف می نماید. شما دارای آن شخصیتی هستید که همین امروز برای خود انتخاب می کنید، نه آنچه قبلا انتخاب کرده اید. شما چه کسی هستید؟ خود را چگونه توصیف می کنید؟ برای پاسخ دادن به این دو سوال به احتمال زیاد ناچارید به زندگی گذشته خود رجوع کنید، به گذشته‌ای که تمام شده و رفته است، اما بدون شک هنوز هم به آن وابسته اید و رها کردن آن را مشکل می‌یابید. توصیف هایی که از گذشته خود می کنید کدامند؟ توصیف هایی که از خود می کنید کدامند؟ آیا آنها برچسب های شسته رفته‌ای هستند که در طول زندگی خود جمع‌آوری کرده اید؟ آیا صندوقچه‌ای مملو از تصویر و توصیف از خود دارید که در شرایط مختلف از آنها استفاده می کنید؟ این برچسب ها ممکن است شامل چیزهایی نظیر من عصبی هستم، خجالتی ام، تنبلم، از موسیقی سررشته‌ای ندارم، آدم بی‌ذوقی هستم، فراموشکارم و تعداد زیادی از این فلان هستم ها باشد. ممکن است شما دارای بسیاری من هستم های مثبت هم باشید، مثل من با محبت هستم، در بازی بریج مهارت دارم، و یا شخص دلنشینی هستم که در اینجا مورد بحث ما نیست، زیرا در این بخش هدف ما کمک به رشد شخصیت شماست، نه تشویق و تحسین شما در نقاطی که عملکرد خوب و موثری دارید. پاره ای از صفاتی که انسان به خود نسبت می دهد به خودی خود نامناسب نیستند، اما می توان آنها را به طرق زیانباری به کار برد. نفس عمل برچسب گذاری می تواند به صورت مانع خاصی در راه رشد شخصیت درآید، زیرا خیلی آسان می توان از این امر به عنوان مجوزی برای تغییر نکردن استفاده کرد. مثل جمله ای از سورن کی که می گفت به محض اینکه برچسبی بر من می گذاری مرا نفی کرده ای. وقتی که در نظر دیگران شخصیت آدمی هم سطح برچسب‌های او شد، آنگاه خود او دیگر وجود نخواهد داشت. این امر در مورد برچسب‌هایی که خود آدم برای خویشتن برمی‌گزیند نیز صادق است. هر آن کس که با انگ‌هایی که بر خود گذاشته است قابل شناخته شدن باشد، عملاً نیروها و استعدادهای رشدی خویشتن را نفی می‌کند. همه برچسب هایی که شخص برای خود برمیگزیند از گذشته زندگی او ریشه میگیرند. همانطور که کارل سندبرگ در شعر چمنزار میگوید گذشته سطل خاکستری بیش نیست. می توانید میزان وابستگی خودتان را به گذشته آزمایش و تعیین کنید. تمامی من هستم هایی که شخصیت شما را خرد و نابود می کند از 4 جمله عصبی زیر ناشی می گردد. 1. من چنین هستم. 2. همیشه اینطور بودم. 3. دست خودم نیست. 4. طبیعتم اینطور است. این 4 نخی که سرشان در دست شماست مهارت هایی هستند که شما را از رشد باز می دارند و مانع می شوند تا زندگی خود را در این لحظه و در لحظه های بعد، یعنی تمامی آنچه که از زندگی در دسترس و در اختیار دارید، تغییر دهید و آن را مملو از هیجان و تازگی و سازندگی کنید. مادر بزرگی را می شناسم که عصر هر یک شنبه که اعضای خانواده برای شام میهمانش هستند، مقدار و نوع غذای هر کسی را به میل خودش به طور دقیق تعیین می کند. به هر نفر 2 قطعه گوشت، 1 قاشق نخود سبز، مقداری سیب زمینی و فلان و بهمان می دهد. وقتی از او می پرسند چرا دائم این کار را می کند، جواب می دهد من همیشه اینطور بودم. چرا؟ برای اینکه من چنین هستم. منطق مادر بزرگ در قبال رفتار بیدلیل وی به سبب برچسب گذاری خود اوست و از گذشته‌ای منشأ می‌گیرد که در آن همیشه آنطور رفتار کرده است.
بعضی اشخاص در واقع در قبال اعمال خود از هر 4 جمله بالا یک جا استفاده می کنند. اگر از شخصی بپرسید چرا هر وقت صحبت تصادفات به میان می آید او مضطرب و مشوش می شود، پاسخ او احتمالاً این است: اوه من اینم دیگر، من همیشه اینطور بودم. در واقع دست خودم نیست، این طبیعت من است. هر 4 جمله با هم و هر کدام به عنوان توضیحی برای اینکه چرا شخص نمیتواند متفاوت باشد و چرا حتی هرگز فکر تغییر یافتن را نیز نمی کند به کار می رود. من هستم های شما که رفتار مخالف رشد شما را توجیه می کند به چیزهایی که در گذشته آموخته اید باز می گردند. و هر بار که یکی از این 4 عبارت را به کار می برید در واقع می گویید من قصد دارم همانی باشم که همیشه بودم. شما می توانید رشته هایی را که وجودتان را به گذشته پیوسته اند قطع کنید و تکیه کلام های بی حاصلی را که نتیجه شان رکود شخصیت شماست از فرهنگ محفوظات خود حذف کنید. فهرست بعضی از من هستم هایی را که احتمالاً می توانند نمونه تصورات شما را از خودتان باشد در زیر می آوریم. من خجالتیم، بی دست و پا هستم، تنبلم، اضطراب دارم، زود از کوره در می روم، کم جرأتم، فراموشکارم، ترسو هستم، محجوبم، مطیعم، تکرو هستم. از امور مکانیکی سررشته ندارم، در ریاضیات ضعیفم، خشکم، در هجی کردن ضعیفم، زود خسته می شوم، همیشه بیمار، بی سلیقه‌ام، زیاد تصادف می کنم، کینه توزم، بی حوصله‌ام، چاقم، استعداد موسیقی ندارم، استعداد ورزشی ندارم، در آشپزی افتضاح بار می آورم، شلخته‌ام، لجبازم، بی تجربه و خامم، وسواس دارم، بی دقتم، احساس مسئولیت نمی کنم، عصبیم، خوش برخورد نیستم. شاید شما بسیاری از صفات فوق را به خود نسبت می دهید. شاید همکنون در فکر تنظیم فهرست خودتان باشید. مهم نیست که کدام یک از این برچسب ها را برای خود برمیگزینید، بلکه نفس عمل برچسب زدن به خود اهمیت اساسی دارد. اگر شما حقیقتاً از هر یک از این برچسب ها راضی و خوشنود باشید اشکالی ندارد. اما اگر قبول داشته باشید که هر یک از این من هستم ها در مواردی سد راه شما می شوند، وقت آن است که تغییراتی در خود به وجود آورید. بیایید با درک ریشه های من هستم ها شروع کنیم. مردم میخواهند به شما برچسب بزنند تا شما را در طبقه بندی های از پیش تعیین شده ای قرار دهند. اینطوری آسان تر است. چگونه من هستم ها آغاز می گردد؟ من هستم های هر کسی از 2 مسیر به او رسیده است. اول برچسب هایی که از طرف دیگران از ابتدای کودکی به او داده می شود و شخص آنها را همه وقت و همه جا و هنوز با خود دارد. برچسب های دیگر نتیجه انتخاب خود اوست که به منظور تفره رفتن از انجام وظایف دشوار بر خود زده است. دسته اول به طور کلی رایج ترین برچسب هاست و از در و دیوار به هر کسی می بارد و در دسته دوم نیز چندان امیدی نهفته نیست. دختر جوانی با شوق و ذوق هر روز به کلاس نقاشی می رود. روزی معلم به او می گوید که استعداد نقاشی چندانی در وی نیست و او کم کم از نقاشی کناره می گیرد، زیرا از تایید نشدن خوشش نمی آید. پس از مدت کوتاهی یکی از من هستم ها در وجودش ریشه می گیرد. من استعداد هنر ندارم و با کنار جویی کم کم این باور تقویت می شود. وقتی بزرگ شد در برابر این پرسش که چرا نقاشی نمی کنم می گوید اوه من استعداد نقاشی ندارم، من همیشه اینطور بودم. بیشتر من هستم ها پسمانده جملاتی است از قبیل او ظرافت طبع ندارد، برادرش ورزشکار خوبی است اما او خیلی پرکار است، یا شما عیناً مثل من هستید، من هم هیچ وقت
هجی کردن را خوب بلد نبودم و نمره دیکته هم همیشه بد بود، یا فلانی خجالتی است، یا او درست شبیه پدرش است، پدرش نیز ذوق هنری نداشت. اینها آغاز پیدایش من هستم هایی هست که یک عمر با شما همراهند و هرگز نیز مورد شک و سؤال قرار نمی گیرند و به عنوان وضع غیر قابل تغییر در زندگی شما پذیرفته شده اند. با افرادی که فکر می کنید مسئول تکوین بسیاری از من هستم های شما هستند گفتگویی بکنید. والدین، دوستان قدیمی، خانواده، معلمین قدیمی، پدر بزرگها و مادر بزرگها و غیره. از آنها بپرسید چرا فکر میکنید که شما باید همین که هستید باشید و آیا همیشه همین بوده اید؟ به آنها بگویید تصمیم دارید خودتان را تغییر بدهید و ببینید آیا باور میکنند که توانایی این کار را داشته باشید یا نه. از نظر آنها تعجب خواهید کرد، زیرا خواهند گفت که شما نمیتوانید شخص متفاوتی باشید چون همیشه اینطور بوده اید. دسته دیگر من هستم ها برچسب های راحتی هستند که یاد گرفته اید به خود بچسبانید تا از فعالیت های ناخوشایند دوری جویید. من مراجعه کننده ای دارم که 46 سال از عمرش میگذرد و خیلی علاقه‌مند است به دانشگاه برود، زیرا به سبب جنگ جهانی دوم این فرصت را از دست داده است. اما از تصور رقابتی که با جوانان دیپلمه جدید خواهد داشت میترسد. بیم از شکست و تردید و عدم اعتماد به توان فکری خودش او را میترساند. هر سال کاتالوگ های مربوطه را مطالعه می کند و به کمک راهنمایی های سودمند در آزمایش ورودی دانشگاه هم شرکت می کند و مصاحبه ها را نیز در یک کالج محلی انجام می دهد. اما هنوز هم با استفاده از من هستم های خود از جریان عملی کار می گریزد. او عملی نکردن هدف و برنامه خیش را با جملاتی از قبیل من پیر شده ام، به اندازه کافی باهوش نیستم و در واقع چندان علاقه‌مند نیستم توجیه می کند. به من هستم های خود پناه می برد تا از چیزی که صمیمانه به آن علاقه دارد بپریزد. یکی از همکاران من با استفاده از من هستم ها از انجام وظایفی که مورد علاقه اش نیست دوری می کند. از درست کردن زنگ در، رادیو یا هر کار نامطلوب دستی دیگری خودداری می کند و به همسرش می گوید تو که می دانی عزیزم من از کارهای مکانیکی سررشته‌ای ندارم. هرچند که این نوع من هستم ها را به حساب رفتارهای تطابق دهنده باید گذاشت، اما در این حال بهانه های توهمی نیز هستند. به جای گفتن اینکه این کارها به نظر من کسل کننده است و در حال حاضر تصمیم ندارم به آنها بپردازم که کاملا منطقی و معقول است، اغلب تصور میکنند راحت تر است که یکی از این من هستم ها را به خود ببندند. در این گونه موارد اشخاص مطالبی را راجع به خود میگویند. در این زمینه شاخه خشک شده‌ای هستم و هرگز تغییری نخواهم کرد. اگر شما شاخه خشک شده، بسته‌بندی شده و کنار گذاشته شده ای باشید، از رشد باز مانده اید و در عین حالی که مایلید بعضی از من هستم های خود را نگه دارید، بقیه آنها شما را محدود می کنند و نابود کننده شخصیت شما می شوند.